che terdida و من تن ریده دخبرانه سره و دخبرانه میمه صوت معلومه ده وقتی دیدین چه تاسیده کجا نبوده بود سره خبری ولی رو تنیم چه یا تو تصویر دیده لوگو بله ببینیم که قهرمان کشور عزیز ما افغانستان چه گلایی را به هم داده و هم می‌بینیم چند تصویر را بعدش صحبت ادامه خواهد داشت. خب دوستان عزیز می‌بینیم که یک ورزشکار هست حرکات را فکر میکنم سال 2008 و یکی بعد از سال 2008 چه اتفاقات رخ دادن با آقای دیگر و حاضر زدن. اگر بیشتر از این کار حرفی بکنیم و شما عزیزان را در انتظار بگذاریم فکر کنم مناسب نباشه. بله خوش آمدید. اول به افغانستان خوش آمدید، بعدش به برنامه صبح زندگی آقای بهادر زاده بسزاد خوش آمدید و چگونه دریافت کردید دریافت‌های شما و از وضعیت اصحاب و هوا اصحاب فضای افغانستان و با مردم خود دیدین حتما در زمانی که به افغانستان به میدان هوایی کابل قدم گذاشتید. بله همیشه که افغانستان احساس بسیار خوشی میکنم به خاطر که افغانستان وطنم است. من از افغانستان هستم، افغانستان از من است. و هوایشون تقریبا یک ساعت سواره به هم دارد. چون پیش من گفته اشاره کردیم که ایتالیا است که در جرمندان رو بعد از جرمان من گفتم که ایتالیا خوب است. در افغانستان خیلی خوب است. خبر دارم مردم خوب شدن که برف بار. من همیشه تقریبا باران است در عالم و اول چیزا خراب است. کم می‌بینیم وقتا می‌بینیم. مثلا یک روز میشه مثلا خوش می‌بینیم. یعنی هفته میشه ما می‌بینیم دارن. شما باران چه دارید؟ از اون چند روزی شکامنه؟ من دیدم. دیروز خب رفتم بالی و چند ساعت در کابل. خب اگر اجازه شما باشه آقای جان چون آقای بهادر زاده چند سال پیش هم در برنامه صبح زندگی اومده بودن ولی من میخوایم این سوال مطرح بکنم چون شاید در زمان هم گفتم باشه ولی اگر تکرار نکنم باشم میخوایم مطرح بکنم که آقای سید بهادر زاده چند سال عمر داشت که آغاز کرد با ورزش و پیش از او یک مکسی گذار اگر داشته باشیم بر تاثیرات تاثیرات من در عالم رشته اقتصاد علوم میگرفتم رشته اقتصاد هستم و کلیش سپورت میکردم تا سال 2007 خلاص سپورت مجیدی نمیگرفتم هفته 3 روز سپورت میکردم وقتی که سال 2007 رجوع کنم قهرمان جهان شدم از اون بود باید سپورت مجیدی میگرفتم بخاطر که قهرمان شدن از قهرمان مانند بسیار مشکل بود. یعنی اون یعنی از این که شما ادامه قوی تر وارد میدان شد. بله و بعد سال 2007 قهرمان شدم در موضوع تمرین میکردم بسیار مسئول شدم و سال 2008 2009 یعنی فروری 2009 تحصیلاتم خلاص شد و از اون بعد دیگر بیخیال شدم و در اون سال قهرمان سپورت میکردم تمام مشکل طرف سپورت و دیگه مدتی که تحصیلاتم خلاص شد دیگر من قهرمانی می‌کنم هر دو دفعه برزیل برای برزیلیا و هر دو دفعه
استعدادی. در رابطه چه طبقه چه معلوماتم داده بودیم در برنامه‌ای که بودیم و در صبح زندگی، اما بخواستم اگر بگوییم که چگونه گذشته هست و چگونه آغاز میشه اگر کسی بخواد شب داشته باشه ببینه به گذشته از کجا باید آغاز بکنه؟ فهم می‌کنم من خود آغاز نوشتن رفتن نوشته توی فرق علمی و کسایی هستن که حالا بوکس کردم یکی بوکس کردم لیکس بود داخل میشن و کسایی هم هستن قانونی کردم من داخل سپورت میشن. من خودم 14 ساله بودم که داخل سپورت شدم و 10 سال داخل سپورت ولی از 10 سال 3 سال آخرش سیجی سپورت میکردم و از اون بیشتر آخر جنیر هم میگردم سپورت و فقط هم سپورت میکردم وقتی سیگر برای بیود طرف و این سپورت به نظر من بسیار سپورت مکمل و بسیار سپورت خوب است و هر کسی که سپورت رو بخواه بکنه یعنی بعدش نمیه سپورت اگر بوسر باشه یا اگر پالوان باشه. نه آغاز کردن آسیا چی سبب شد؟ امروز اول آغاز کردن کدام مسابقه دیدین کدام مسابقه شما را شرکت کرد یا از آغاز چنین انگیزه در سرتان بود که شما روز چنین قهرمان شدید؟ من از خوددارگی شاید در کلیس بود در ازمی رو شما خوددارگی افغانستان امی دیرکم در کلتور و امی بچه جوان تمامی روز بود در ازمی میکنم و از من بچه همین پالوان و تیکواندو باز بودم نوکر پالوان قانونی میکردم خوددارگی که اون اخیل برای یاد میکردم نوکر بچه همین که اینجا تیکواندو باز بود از تیکواندو میکردم و همونطور شب سپورت رزمی سرم بود و همیشه میخواستم که سپورت بکنم که از قانونی هم قانونی جوشه هم بوکس جوشه که بوکس هفت سپورت رزمی که جوان یک باشه ولی این سپورت همی سپورت یک روز دوارم یک کلاب رفتم و دیدم که همی سپورت هست و از اون روز مشروع کرد به سپورت. بسیار خوب. و تا مسابقاتی که داشتید چند مسابقه به نفع شما بوده و چند مسابقه مثلا در طول چند سال که شما ورزش می‌کنید از شما رفته دیگه نه بفرستیم که برای بگم من رو مسابقه موتور داریم که همه چون بودیم و اینجا مسابقه پروفیشنال داریم اینجا رو بودیم 4 گونه بودیم و 1 گونه مسابقه. بسیار خوب. کدام مسابقه براتون بیشتر دلچسب بوده؟ دلچسب‌ترین و پرمعناترین مسابقه بود در بار اول در ژاپن قهرمان جهان شد. بخاطر که اولین بار بود ما در این صعود ملی افغانستان برگزار شد و بسیار احساس داشتم که هیچ قابل یعنی نمیتونم بگم با شما بگم چه احساس بود. بسیار احساس افتخار کردم و او احساس فکر کردم به زندگی بودم بهترین احساس زندگی بود. و از کدام حریفتان بیشتر ترسیدین؟ باید کردید زیر فشار هستین کدام مسابقه؟ تمام مسابقه زیر فشار می‌باشیم بخاطر که حریفان کسانی باشن که تقریبا مثل خود داره اما مثل برنامه‌ریزی به سمت خود تو هستن یا خود کمچیز بهتر یا کمتر ولی در این سپورت که تحت داشته باشی هیچ در این باید نرم کسی بخاطر که تحت سپورت در این سپورت جای تحت نیست کسی که قلبش شویه باشد تحت داشته باشد این سپورت و اگر فکر میکنم که اگر بحث بود واقعا نمید آنچه که شما گفتین که لیسبون باید تحصیل باشن نه شما میکنم یک بعض وقت تحصیل انسان بسیار قریب میتونه بعض وقت تحصیل انسان بسیار کمزور میتونه و هر کس امروی تحصیل باید هم دیگر پیش میره من اگر باید وقت تحصیل باشم تحصیل ما حتما مفروضی تبدیل کردیم و تبدیل تعریف و نظر بسیار خب نظر پیشتر آقای بهادرزاده گفتن که وقتی صعود ملی مناقشه شد ولی یا از احساس صاحب که گفتن یا از مسابقه خود گفتن ببینیم از سوریه و آنچه که آقای بهادرزاده هم گفتن که وقتی صعود ملی مناقشه شد و برای یک خاص رخ داد و بعدش من تصمیم که مسابقه هم برگشت شد و همین
احساس خاصی که رخ داده بود با آقای زیره داخل رضا واقعا قابل قدر بود و همین یک قومه و یک انگیزه بالاخره ثبت شد که برنده شد همین مسابقه. وقتی شنید اولین مسابقه نبود؟ اولین مسابقه قهرمانی جهان و قهرمانی اولین مسابقه دارم. خب آقای بهادرزاده تعریفی که شما برای فری فایت دارید چه هست؟ فری فایت یعنی چی؟ چه نوع حرکات، چه نوع قوانین و چگونه ورزش هست از دید شما؟ کیها میکنن کیها نمیکنن؟ شروعاتی میکنم که کیو میکنن که نمیکنن. این سپورت هر کسی میکنه. سپورت است که اگر جان خود یک شب. نه نه این سپورت است که بسیار سپورت مکمل است. من سپورت رو مثل یک چندی رو میبینم. بخاطر که معلومه شد بسیار سپورت خطرناک بود جامعه کسی که سپورت کرده باشه دیگه سپورت بسیار دیسیپلین کار است دیگه سپورت بسیار زحمت کار است بخاطر اینکه سپورت از چند سپورت تشکیل شده از بوکس کیک بوکس کونفو تکواندو هر سپورت از این جودو پولونی برازیل جوجیتسو برازیلی که بس خیلی نگران خطر کنن این سپورت بسیار سپورت مکمل است و هر بخش سپورت رزمی است از این خاطر یک مکس محصول تمام سپورت‌های رزمی است. کسی که دیگه سپورت هر نوع حرکت جواز داره؟ هر نوع حرکت دیگه سپورت داره سپورت‌های رزمی. کجا مثلا یک خط ساخت وجود داره؟ بله هر سپورت از قانون داره و همچنان این سپورت از قانون داره. قانون است که فقط مثلا بعض مؤسسات که قوانین جزء نمی‌کنند بعض مؤسسات که قوانین جزء دارند و قانون جزء نمی‌کنند زمین به صورت عمومی به سپورت سالگوی تکنیک‌های کونفو کاراته کیک بوکس و وقتی که یک جای زمین می‌بینیم باز قانونی شروع میشه جودو شروع میشه و سپورت برازیلیان جوجیتسو میگن او شروع میشه چنان چیزی برای اجازه نیست مثلا در چشم انداختن بوی کندن دندان کندن یا برای جای یک شکل پوشیکر وارد نیست نه پوشیکر نیست پوشیکر وارد شوست این هست بوی کندن وجود داره بوی زیر انداختن نیست این سپورت از زمان نفسه تا حالا در سپورت من از زمان نفسه مگر در بوکس از زمان نفسه بخاطر که در بوکس دارم می‌گذارم بوکس پارتی می‌خوری و من دیگه سپورت که دارم بخوری نمی‌تونم بهتر از دیگه که بوکس سر بخوری شما کدام بار خود نصیب دیدین در کدام مسابقه؟